قدرت سکوت. نوشته کارلوس کاستاندا. برگردان مهران کندوری. فصل 5. نیازمندی های قصد. شکستن آینه خودبینی. ما شب را در جایی که واقعه گوایماس را به خاطر آورده بودم به سر بردیم. در خلال این شب چون پیوندگاه هم پرتحرک شده بود، دون خوان کمکم کرد تا به موضع جدیدی برسم که بیدرنگ موجب محو آن خاطرات می شود. روز بعد دیگر نمی توانستم به یاد آورم که چه واقعی رخ داده است و یا من چه دیدم. به هر حال احساس شدیدی داشتم که چیزهای نامأنوس دیدم. دون خوان اقرار کرد که پیوندگاه هم بیشتر از آنچه او انتظارش را داشت حرکت کرده است. با این حال نمیخواست حتی اشاره‌ای جزئی به آنچه کردم بکند. تنها حرفش این بود که روزی همه چیز را به خاطر خواهم آورد. حدود ظهر به بالا رفتن از کوه ادامه دادیم. تا تنگ غروب در سکوت و بدون توقف راه رفتیم. در حالی که از شیب ملایم لبه کوهی آهسته بالا می رفتیم، ناگهان دون خوان شروع به صحبت کرد. از آنچه او می گفت چیزی نفهمیدم. کلماتش را تکرار کرد تا متوجه شدم می خواهد در برآمدگی پهن صخره‌ای که از آنجا دیده می شد استراحت کنیم. او گفت که در آنجا از خرده های سنگ و انبوه بوته هایی که باد به همراه می آورد در امانیم. بعد پرسید: بگو ببینم بهتر از تمام شب را در کدام نقطه آن محل بنشینیم؟ قبلا که بالا می رفتیم برآمدگی غیرقابل توجهی نظرم را جلب کرده بود. همچون لکه‌ای تاریک بر سطح کوه بود. من با نگاه سریعی متوجه آن شده بودم. حالا که دون خوان نظرم را می پرسید، نقطه تیره تری تقریباً سیاه رنگ در سمت جنوبی آن برآمدگی پیدا کردم. برآمدگی تاریک و آن نقطه تقریباً سیاه مرا نترساندند و نگران نکردند. حس کردم از آن برآمدگی خوشم می آید و حتی نقطه سیاه رنگ را بیشتر دوست دارم. وقتی که به برآمدگی صخره رسیدیم گفتم: اینجا خیلی تاریک است ولی از آن خوشم می آید. او پذیرفت که اینجا واقعاً بهترین مکان برای گذراندن شب است. او گفت که اینجا دارای انرژی ویژه‌ای است و او نیز از تاریکی مطبوع آن خوشش آمده است. به طرف چند صخره برآمده رفتیم. دون خوان با بوته‌ها محوطه‌ای را تمیز کرد و آنجا نشستیم و پشت خود را به صخره تکیه دادیم. به دون خوان گفتم: از طرفی فکر می‌کنم حدس خوشیومنی زدم که این نقطه را انتخاب کردم و از طرف دیگر نمی‌توانم این واقعیت را انکار کنم که با چشم‌هایم آن نقطه را دیدم. گمان ندارم که تو این محل را فقط با چشم دیده باشی. مطمئنم که مسئله کمی پیچیده تر از این است. دون خوان، منظورت چیست؟ منظورم این است که تو امکاناتی داری که خودت هنوز از آنها خبر نداری. چون کاملاً بی‌دقتی فکر می‌کنی آنچه می‌بینی فقط مربوط به قوه درک و حس باصره عادی است. او گفت که اگر در کلماتش شک دارم باید از کوه پایین روم و به خودم ثابت کنم. گفت که امکان ندارد برآمدگی تیره را فقط با نگاه کردن به آن ببینم. به شدت تأکید کردم دلیلی ندارد که در سخنانش شک کنم. حوصله نداشتم از کوه پایین روم، ولی او اصرار داشت که باید یک بار دیگر پایین رویم. فکر کردم که فقط برای دست انداختن من می‌خواهد چنین کاری کند. ولی وقتی که پی بردم مسئله احتمالاً جدی است، عصبی شدم. چنان قهقه زد که داشت خفه می‌شد. او گفت که در واقع حیوانات بسیاری می‌توانند در حول و حوش خود مکانهایی را بیابند که دارای انرژی ویژه‌ای است. اغلب حیوانات از این مکانها می‌ترسند و از رفتن به آنجا اجتناب می‌کنند. شیر کوهی و گرگ آمریکایی از این امر مستثنا هستند. آنها هرگاه از این مکانها بگذرند در آنجا دراز می‌کشند و حتی می‌خوابند. ولی فقط ساحرانند که به خاطر تأثیر این مکانها به جستجوی این نقاط برمی‌آیند.
از او پرسیدم چه نوع تأثیری است؟ او گفت که چون این مکانهای انرژی نیرومندی به صورت تکانهای غیر محسوس پخش می کند و خاطر نشان ساخت که آدمی که زندگی طبیعی دارد نیز می تواند چون این مکانهایی را بیابد، حتی اگر از یافتن آن خبردار نشود و تأثیر آن را نیز نفهمد. پرسیدم چگونه میفهمند که چون این مکانی یافتند؟ نمیفهمند. ساحری که در مسیر مسافرت مردمی که پیاده می روند مراقب آنان باشد، فوراً متوجه می شود که مردم در محلی که انرژی مثبت دارد اغلب خسته می شوند و در آنجا استراحت می کنند. برعکس، اگر آنها از محلی که دارای انرژی زیان بخش است بگذرند، عصبی می شوند و با عجله می روند. اگر کسی در این مورد از آنها سؤالی کند می گوید عجله کردند چون حس کردند نیرومندند، ولی عکس آن صحیح است. تنها مکانی که به آنها نیرو می دهد همان جایی است که احساس خستگی می کنند. او گفت که ساحران می توانند چون این مکانهایی را با درک امواج انرژی اندکی در اطراف بدن خود بیابند. افزایش انرژی ساحران ناشی از اختصار خودبینی آنان است و این امر به حواس آنان اجازه می دهد که درک آنها برد بیشتری داشته باشد. او ادامه داد: سعی کردم برایت روشن کنم که تنها جریان ارزنده اعمال، چه برای ساحر و چه فردی معمولی، این است که اشتغال به تصویر خیش را محدود کنیم. هدف ناوال در مورد کارآموز خود شکستن آیینه خودبینی اوست. او افزود که هر کارآموزی موردی انفرادی است و ناوال باید بگذارد تا روح در مورد خصوصیات تصمیم بگیرد. او ادامه داد: هر یک از ما به نسبت‌های مختلف به خودبینی خیش وابسته ایم. حس می کنیم که این وابستگی ها نیازمندی است. برای مثال، قبل از آنکه در طریقت معرفت گام نهم، زندگیم سراسر نیازمندی بود و سالها پس از آنکه ناوال خولیان مرا زیر بال و پر خود گرفت، نه چندان زیاد، همچنان نیازمند بودم. اما آدم‌هایی نیز هستند، حال چه ساحر و چه آدم معمولی، که به هیچ کس نیازی ندارند. آنان مستقیما از روح، آرامش، هماهنگی، شادی و معرفت میگیرند. نیازی به میانجی ندارند. موضوع برای من و تو فرق می کند. من میانجی توام و ناوال خولیان نیز میانجی من بود. میانجی ها به جز میسر کردن فرصتی کوچک، یعنی آگاهی از قصد، کمک می کنند تا آیینه خودبینی مردم را بشکنند. تنها کمک واقعی که به تو کردم حمله به خودبینی تو بود. اگر این کار را نمی کردم وقتت را تلف کرده بودی. این تنها کمک واقعی است که تا کنون به تو کردم. اعتراض کردم و گفتم: دون خوان، تو بیش از هر کس دیگری در زندگی به من چیز آموخته ای. من هر چیزی به تو آموختم تا دقتت را گیر اندازم. احتمالاً قسم خواهی خورد که این آموزش ها مهمترین آنها بودند. نه، نبودند. آموزش ها ارزش کمی دارند. ساحران مدعیند که مهمترین امر حرکت پیوندگاه است و همانطور که میدانی این حرکت منوط به افزایش انرژی است و نه آموزش. و بعد حرفی نامتجانس زد. گفت هر کسی که یک سلسله اعمال ساده و ویژه را دنبال کند میتواند طرز حرکت دادن پیوندگاه را بیاموزد. خاطر نشان ساختم که ضد و نقیض حرف میزند. گفتم که سلسله اعمال برای من به مفهوم آموزش ها به مفهوم طرز عمل است. پاسخ داد: در دنیای ساحران فقط تناقض‌گویی های عبارات موجود است. در عمل امر ضد و نقیضی وجود ندارد. ریشه تسلسل اعمالی که از آن حرف میزنم
از آگاهی است. برای آگاهی از این تسلسل نیازمند ناوالی. به همین دلیل گفتم که ناوال فرصت ناچیزی میسر می سازد. ولی این فرصت ناچیز مانند آموزشی که باید بیاموزی تا ماشینی را به کار اندازی، آموزش به شمار نمی رود. فرصت ناچیز یعنی آگاهی از روح. دون خوان توضیح داد تسلسل ویژه ذهنی او به منظور آگاهی یافتن از خود بزرگبینی به عنوان نیرویی است که پیوندگاه را ثابت نگاه می دارد. وقتی خود بزرگبینی کاهش یافت، انرژی لازم برای آن دیگر مصرف نمی شود. این انرژی اضافه می تواند همچون تخته شیرجه‌ای پیوندگاه را خود به خود و بدون هیچ قصد قبلی یا آمادگی به سفری تصور ناپذیر روانه کند. به محض آنکه پیوندگاه به حرکت درآمد، این حرکت مستلزم حرکت خودبینی و این نیز به نوبت موجب پیوند روشنی با روح می شود. او توضیح داد که به هر حال خودبینی بود که نخستین بار انسان را از روح جدا کرد. دون خوان ادامه داد: همانطور که همواره به تو گفته‌ام، ساحری سفر بازگشت است. در سقوط به جهنم فاتحانه به سوی روح باز می گردیم و از جهنم با خود غنایمی به همراه می آوریم. فهمیدن یکی از این غنایم است. خاطر نشان کردم سلسله اعمالی را که او از آن حرف می زند خیلی ساده و آسان است، ولی وقتی سعی می کنم آن را به مرحله عمل درآورم مطلقاً با سادگی و آسانی در تضاد است. او گفت: مشکل ما با این تسلسل ساده این است که بیشتر ما افراد نمی‌خواهیم بپذیریم نیاز کلی برای شروع و ادامه داریم. ما آماده پذیرش راهنمایی، آموزش، راهبری و یادگیری هستیم. اگر بگویند به اینها نیازی نیست، آن را باور نداریم. عصبی و بدگمان و عاقبت خشمگین و مأیوس می شویم. اگر نیازمند کمک باشیم در روش ها نیست، بلکه در شدت و قوت این امر است. اگر کسی آگاهمان کند که لازم است خود بزرگ بینی را کاهش دهیم، آنگاه چنین کمکی واقعی است. ساحران می گویند ما نیاز به کسی نداریم که متقاعدمان کند دنیا بسیار پیچیده تر از تخیلات وحشیانه ماست. پس چرا این چنین وابسته ایم؟ چرا در حالی که می توانیم خود به هدف خیش رسیم آرزو می کنیم کسی راهبریمان کند؟ پرسشی عظیم است، نه؟ دون خوان دیگر حرفی نزد. ظاهراً می‌خواست به من فرصتی دهد تا درباره سؤال تعمق کنم، ولی مرا نگرانی‌های دیگری رنج می‌داد. تجدید خاطره‌ام شالوده‌های معینی را تحلیل برده بود که بی هیچ تزلزلی آنها را باور داشتم و بی نهایت نیازمند توضیحات او بودم. سکوت طولانی را شکستم و نگرانی‌هایم را باز گفتم بایستی بپذیرم که ممکن است تمام وقایع را از ابتدا تا انتها اگر در حالت ابرآگاهی رخ داده‌اند فراموش کرده باشم. در عوض یقین دارم که تا امروز خاطره کاملی از تمام چیزهایی دارم که در حالت آگاهی عادی و تحت راهبری او رخ داده است. با این حال صبحانه خوردن در نوگالس تا پیش از آن که واقعه را به خاطر آورم در ذهنم وجود نداشت و این واقعه باید در دنیای آگاهی روزمره رخ داده باشد. او گفت: تو واقعیتی مهم را فراموش کرده ای. حضور ناوال برای جابجایی پیوندگاه کافی است. با ضربه ناوال فقط تو را راضی نگاه داشتم و دلت را به دست آوردم. ضربه‌ای که بین دو کتف میزنم فقط گولزنک است. در رفع تردیدها کمک می کند. ساحران از تماس فیزیکی برای تکان دادن بدن استفاده می کنند. این امر
کاری نمی کند جز آنکه به کارآموزی که دستکاری شده است قوت قلب دهد. دون خوان، پس چه کسی پیوندگاه را حرکت می دهد؟ با لحنی که گویی صبرش به پایان رسیده است گفت: روح آن را حرکت می دهد. گویی خودش را بررسی می کرد و لبخند می زد. سر را به علامت تسلیم و رضا از سویی به سویی تکان داد. گفتم: پذیرش این امر برایم سخت است. علت و معلول بر مغزم حکومت می کند. دوباره یکی از خنده های وصف ناپذیرش، البته وصف ناپذیر از دیدگاه من، را سر داد. احتمالاً چهره عصبانیم او را به خنده انداخته بود. دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت: گاهی اوقات باید بخندم برای اینکه دیوانه‌ای. پاسخ تمام پرسش‌هایت درست مقابل چشم توست و تو آن را نمی‌بینی. فکر می‌کنم که به جنون نفرین شده ای. چشمانش چنان می‌درخشید و چنان برق دیوانه وار و موذیانه‌ای داشت که دست آخر خودم زدم زیر خنده. او ادامه داد: آنقدر برایت توضیح دادم ساحری روشی ندارد که نفسم بند آمده است. ساحری هیچ روش و هیچ مرحله‌ای ندارد. تنها امر مهم حرکت پیوندگاه است و هیچ روشی نمیتواند موجب وقوع این امر شود. پدیده است که خود به خود رخ میدهد. طوری فشارم داد که گویی شانه هایم را راست می کند. بعد به من خیره شد و مستقیم به چشمانم نگریست. توجهم به کلمات او جلب شد. گفت: ببینم این حرف ها را فهمیده ای؟ همین حالا گفتم که حرکت پیوندگاه خود به خود به وقوع می پیوندد. ولی همچنین گفتم که حضور ناوال نیز پیوندگاه کارآموز را حرکت می دهد و شیوهی که ناوال بیرحمی خود را پنهان می دارد به این حرکت کمک می کند یا مانع آن می شود. چطور می خواهی این تناقض‌گویی را حل و فصل کنی؟ اعتراف کردم که درست همان موقع می خواستم درباره این تناقض‌گویی سوال کنم، چون متوجه آن شده بودم، اما حتی نمی توانم به حل و فصل آن فکر کنم. من متخصص امور ساحری نیستم. او پرسید: پس تو چه هستی؟ دانشجوی مردم شناسی هستم که می‌خواهد بفهمد ساحران چه می‌کنند. این پاسخ چندان حقیقت نداشت، ولی دروغ هم نبود. دون خوان بی اختیار خنده را سر داد و گفت: دیگر خیلی دیر است. پیوندگاهت جابجا شده و درست همین جابجایی باعث می شود که تو ساحر باشی. بعد گفت: آنچه تناقض‌گویی به نظر می رسد در واقع پشت و روی یک سکه است. ناوال با کمک به نابودی آینه خودبینی پیوندگاه را می فریبد و به حرکت در می آورد. ولی این تنها کاری است که می تواند انجام دهد. حرکت دهنده واقعی روح تجرید است. چیزی است که نه می توانیم ببینیم و نه حس کنیم. چیزی که گویی وجود ندارد و با این حال دارد. به همین دلیل ساحران می گویند که پیوندگاه خودش حرکت می کند یا ادعا می کنند که ناوال آنها را به حرکت وامی دارد. به ناوال معبر تجرید اجازه داده شده که با اعمالش آن را بیان دارد. با نگاهی پرسشگر دون خوان را می نگریستم. او گفت: بله، ناوال پیوندگاه را حرکت می دهد و با این حال او نیست که حرکت واقعی را موجب می شود. شاید بهتر است بگویم که روح مطابق با بی عیب و نقصی یا کمال ناوال خود را بیان می دارد. روح می تواند صرفاً با حضور ناوالی بی عیب و نقص پیوندگاه را حرکت دهد. او گفت که می خواهد این نکته را برایم روشن کند، زیرا اگر اشتباه فهمیده شود ناوال را به خود بزرگ بینی و با این کار به تباهی می کشاند. دون خوان
موضوع صحبت را عوض کرد و گفت که چون روح هیچ گونه ماهیت محسوسی ندارد، ساحران بیشتر سرگرم موارد خاص و طرقی شدند که قادر باشند آینه خودبینی را بشکنند. او ذکر کرد که در این مورد توجه به ارزش‌های عملی شیوه‌های مختلفی مهم بود که ناوال‌ها بیرحمی خود را پنهان می‌کردند. او گفت برای مثال نقاب بلند نظری و بخشندگی من برای معاشرت با آدم‌ها در سطحی پایین مؤثر است، ولی برای شکستن خودبینی آنان بیفایده است، زیرا مرا وامی دارد که از آنها تصمیمات ناممکن را بخواهم. انتظار دارم که آنها بدون هیچ گونه آمادگی به دنیای ساحری بجهند. او ادامه داد: تصمیمی همچون این جهش باید آماده شود و برای چنین آمادگی هر نقابی که ناوال با آن بیرحمی خود را بپوشاند مناسب است، بجز نقاب بلند نظری و سخاوت. شاید چون من دیوانه‌وار دلم می‌خواست باور کنم که بلند نظرم، اظهارات دون خوان در من احساس گناه وحشتناکی به وجود آورد. مرا متقاعد کرد که دلیلی ندارد شرمنده باشم و تنها نتیجه نامطلوب آن این است که بلند نظری کاذبم تأثیری در حیله‌گری مثبت نکرد. او گفت هرچند از بسیاری جهات به حامی او شباهت دارم، ولی نقاب بلند نظریم برای آنکه معلم خوبی از من بسازد بیش از حد خشن و ناپخته است. نقابی معقول همچون نقاب او در ایجاد جوی مساعد برای حرکت پیوندگاه مؤثر است. شاگردانش مطلقاً به معقولیت کاذب او ایمان دارند. در واقع چنان این امر به آنان القا شده که او به آسانی میتواند آنان را به هر کاری که میخواهد وادارد. او ادامه داد و گفت آنچه امروز در گوایماس برایت رخ داد مثالی بود در این مورد که چگونه نقاب بیرحمی ناوال آینه خودبینی را می شکند. نقاب من سقوط تو بود. تو نیز مثل تمام کسانی که با من سر و کار دارند به معقولیت من یقین داشتی. البته تو انتظار تداوم آن را نیز داشتی. وقتی که تو را نه تنها با رفتار حساس پیرمردی ضعیف مواجه ساختم، بلکه خودم نیز چنین پیرمردی شدم، مغزت نهایت تلاش خود را کرد تا تداوم من و خودبینی تو را دوباره جبران کند. بنابراین به خودت گفتی که من بایستی سکته کرده باشم. عاقبت موقعی که دیگر نتوانستی تداوم معقولیت مرا باور کنی، آینه خودبینی تو شروع به شکستن کرد. از آن لحظه به بعد فقط زمان لازم داشتی تا پیوندگاهت جابجا شود. تنها سؤال این بود که آیا به جایگاه بی ترحم می رسد یا نه. بایستی به نظر دونخوان فردی شکاک رسیده باشم، چون برایم توضیح داد که دنیای خودبینی ما یا شعور ما بسیار سست است و تنها با چند اندیشه کلیدی نگاه داشته شده که در واقع نظم و ترتیب زیرین آن است. وقتی این اندیشه ها طرد شوند، نظم و ترتیب زیرین دیگر کار نمی کند. دون خوان، اندیشه های کلیدی چه هستند؟ در مورد تو و در این مثال خاص، مانند مورد تماشاچیان درمانگر که درباره آن حرف زدیم، تداوم اندیشه کلیدی است. و این تداوم چیست؟ این تصور که ما انسان‌ها جامدیم. آنچه در ذهنمان دنیای ما را نگاه می‌دارد این امر است که تغییر ناپذیریم. می توانیم بپذیریم که رفتار، واکنش‌ها و عقایدمان تغییر یابند،
ولی این تصور که ما نرمش پذیریم و می توانیم ظاهر خود را تغییر دهیم، می توانیم شخص دیگری بشویم، بخشی از نظم و ترتیب زیرین خودبینی ما به شمار نمی رود. هرگاه ساحری این نظم و ترتیب را از هم بگسلد، دنیای خرد متوقف می شود. این سوال بر زبانم بود که آیا شکستن تداوم فردی برای حرکت پیوندگاه کافی است؟ گویی دون خوان پرسشم را دریافت. گفت که شکستن فقط نرم کننده است. آنچه پیوندگاه را واقعا جابجا می کند بیرحمی ناوال است. بعد او اعمالش را در آن بعد از ظهر و در گوایماس با اعمال درمانگری که از آن حرف زدیم مقایسه کرد. گفت که درمانگر آینه خودبینی تماشاچیان را با سلسله اعمالی در هم شکسته که برای آنها در زندگی روزمره آدمها معادلی وجود نداشته است. مالکیت هیجان انگیز روح، تغییر صدا و شکافتن بدن بیمار. هنوز تداوم اندیشه آنان شکسته نشده بود که پیوندگاهشان آماده حرکت شد. دون خوان به یادم آورد که در گذشته مفهوم متوقف کردن دنیا را توضیح داده است. او گفت که متوقف کردن دنیا برای ساحران همانقدر مهم است که خواندن و نوشتن برای تو. این امر متشکل از تولید عنصری ناهنجار یا متضاد در ساختار رفتار روزمره است تا به طریقی دیگر جریان روان وقایع روزمره را نگاه دارد، وقایعی که ما در ذهنمان به توسط عقل خیش ضبط کرده ایم. عنصر متضاد بی‌عملی یا ضد عمل کردن نامیده می شود. عمل کردن بخشی از کل معرفتی به شمار می رود که ما شناخت داریم. بی‌عملی عنصری بود که به نمودار این کل تعلق نداشت. او گفت به دلیل اینکه ساحران کمین کننده و شکارچی‌اند، رفتار انسانی را به خوبی می‌فهمند. برای مثال می‌دانند که انسان‌ها مخلوقات فهرستند. شناخت پیچ و خم این فهرست ویژه یعنی چیزی که آدم را در زمینه خود شاگرد یا متخصص می‌کند. ساحران می‌دانند که وقتی فهرست آدمی معمولی در هم ریزد، شخص یا فهرست خود را بست می‌دهد و یا دنیای خودبینی او متلاشی می‌شود. آدم معمولی می‌خواهد اقلام جدیدی در فهرست خود وارد کند، به شرطی که این امر با نظم و ترتیب زیرین در تضاد نباشد. اگر اقلام با آنها تضاد داشته باشد، شعور او در هم می ریزد. فهرست همان ذهن است. ساحران وقتی که آینه خودبینی را می شکنند، حساب این امر را می کنند. او توضیح داد که آن روز به دقت برای اعمالش حائلی انتخاب کرد تا تداوم مرا بشکند. او به تدریج تغییر شکل داد تا به راستی پیرمردی ضعیف شد و بعد به منظور محکم شکستن تداوم من مرا به رستورانی برد که در آنجا او را به عنوان پیرمردی می شناختند. حرفش را قطع کردم. از تناقض‌گویی او خبردار شدم که قبلا متوجه آن نشده بودم. او آن زمان گفته بود که دلیل تغییر قیافش این بوده است که می‌خواست بداند پیر بودن چگونه است و این فرصتی مناسب و تکرار نشدنی است. از این امر چنین برداشت کرده بودم که قبلا به شکل مردی پیر در نیامده است و با این حال در رستوران او را به عنوان پیرمردی ضعیف می شناختند که سکته کرده است. او گفت بیرحمی ناوال جنبه‌های مختلف دارد. همچون وسیله است که به درد همه چیز می خورد. بیرحمی حالتی از بودن است. سطحی از قصد است که ناوال به آن رسیده. ناوال از آن به منظور حرکت دادن پیوندگاه خود یا پیوندگاه کارآموز و
و یا برای کمین و شکار کردن استفاده می کند. در آن روز به عنوان کمین کننده و شکارچی شروع کردم. اینطور وانمود کردم که پیرم و عاقبت واقعاً پیری ضعیف بودم. بیرحمی من که با چشمانم کنترل می شد پیوندگاهم را به حرکت درآورد. هرچند قبلاً به عنوان مردی ضعیف و بیمار به این رستوران رفته بودم، فقط کمین و شکار می کردم. بیشتر نقش پیرمرد را بازی می کردم. هرگز تا قبل از آن روز پیوندگاهم به آن نقطه دقیق کهولت و پیری نرسیده بود. او گفت به محض آنکه قصد کرد پیرمردی باشد، چشمانش درخشش خود را از دست دادند و من نیز بیدرنگ متوجه این امر شدم. ناراحتی از چهره‌ام خوانده میشد. فقدان درخشش چشمانش نتیجه استفاده از چشمان به قصد حالت پیرمرد بوده است. وقتی که پیوندگاه به این موضع رسید، او قادر شد در ظاهر، رفتار و احساسات پیر باشد. از او خواستم قصد کردن با چشمان را برایم روشن کند. احساس ضعیفی مبنی بر فهمیدن آن داشتم. با این حال نمی توانستم آن را حتی برای خودم به کلام درآورم. او گفت در این مورد فقط می شود گفت که قصد را با چشمان می توان قصد یا نیت کرد. می دانم که چنین است. با این حال من نیز مانند تو نمی توانم دقیقاً آنچه را می دانم بگویم. ظاهراً این مشکل ویژه را با پذیرش چیزی به شدت آشکار رفع می کنند. بشر بی نهایت پیچیده تر و اسرار آمیزتر از وحشیانه ترین تخیلات ماست. پافشاری کردم که اصلاً مطلب را روشن نکرده است. با قاطعیت گفت تنها چیزی که میتوان گفت این است که این امر را چشمان انجام میدهند. نمیدانم چطور، ولی میکنند. آنها قصد را با چیزی نامشخص، با چیزی در درخشش چشمان خود فرا میخوانند. ظاهراً میگویند که قصد با چشم تجربه میشود و نه با عقل. دیگر حاضر نشد چیزی به گفته هایش بیفزاید و به توضیح تجدید خاطرم پرداخت. او گفت به محض آنکه پیوندگاهش به موضع خاصی رسید که او را واقعا پیر کرد، میبایست تمام تردیدها از ذهنم بیرون رود. ولی من به دلیل احساس غرور از منطق والایم بیدرنگ سعی کردم تغییر قیافه‌اش را توضیح دهم. گفت بارها به تو گفتم که زیاده از حد منطقی بودن یک مانع است. افراد بشر احساس ژرفی از جادو دارند. ما بخشی از این راز هستیم. منطق فقط روکش ماست. اگر این روکش را خراش دهیم، در آن زیر یک ساحر دیده می شود. به هر حال برای بعضی از ما آدم‌ها سخت است که به زیر این روکش برویم و بقیه در کمال سهولت این کار را می کنند. من و تو از این لحاظ خیلی به یکدیگر شباهت داریم. ما هر دو پدرمان در می آید تا عاقبت خودبینی خیش را رها کنیم. توضیح دادم که در مورد من نگاه داشتن منطقم همواره برایم مسئله مرگ و زندگی بوده است، به ویژه در مورد تجربه‌ام در دنیای او. او خاطر نشان ساخت که آن روز در گوایماس منطق من به طرزی استثنایی او را به زحمت انداخت. از لحظه آغاز کار او از هر تدبیری که می‌دانست برای خراب کردن آن استفاده کرد. عاقبت دستهایش را محکم روی شانه‌هایم گذاشت و تقریباً با وزن خود مرا به پایین کشید. این حقه فیزیکی اولین ضربه را به بدنم وارد آورد. این کار و ترسی که از فقدان تداوم او داشتم در منطقم خلل ایجاد کرد. دون خوان ادامه داد ولی ایجاد خلل در منطق تو کافی نبود. میدانستم برای آنکه پیوندگاهت به جایگاه بی‌ترحم رسد
میبایست آخرین باقی مانده تداومم نیز شکسته شود. این لحظه ای بود که واقعا خرف شدم و تو را دور شهر گرداندم و عاقبت از دستت عصبانی شدم و به تو سیلی زدم. تو ترسیده و جا خورده بودی، ولی در خیابان داشتی به خود می آمدی که من آخرین ضربه را به آینه خودبینی تو وارد آوردم. فریاد کشیدم قاتل خونخوار، ولی انتظار فرار تو را نداشتم. غضب قهار تو را فراموش کرده بودم. بعد گفت با وجود روش‌های به خود آمدن فوریم، وقتی که از رفتار احمقانه او خشمگین شدم، پیوندگاهم به جایگاه بی‌ترحم رسید. شاید هم عکس این امر بوده است. یعنی چون پیوندگاهم به جایگاه بی‌ترحم رسیده بود عصبانی شدم. به هر حال این مطلب مهم نیست. آنچه مهم است این است که پیوندگاهم واقعاً به آنجا رسید. وقتی که پیوندگاه به آنجا رسید، رفتارم به طرز مشخصی عوض شد. سرد و حسابگر و نسبت به امنیت خود نیز بی‌اعتنا شدم. از دون خوان پرسیدم آیا او تمام این چیزها را دیده است؟ به یاد نمی آوردم که چون این چیزهایی را برایش تعریف کرده باشم. او پاسخ داد که برای دانستن این امور فقط باید به تجربه خود بازگردد و آن را به خاطر آورد تا دریابد که چه حس کردم. دون خوان خاطر نشان کرد پس از آنکه او به حالت اول خود برگشت، پیوندگاه هم در محل جدید خود ثابت شد. ایمانم در مورد تداوم عادی او چنان تحول فاحش و ژرفی را تحمل کرد که دیگر این تداوم همچون نیروی مرتبط عمل نکرده است. سپس پیوندگاه در آن موقع و در موضع جدید خود به من اجازه داد تا نوع دیگری از تداوم ایجاد کنم. تداومی که به صورت سرسختی عجیب و بی‌تفاوت ظاهر می شود. این سرسختی از آن موقع روش طبیعی رفتار من شده است. او ادامه داد: تداوم در زندگی ما نقش چنان مهمی دارد که اگر زمانی شکسته شود همواره فوراً اصلاح می شود. به هر حال در مورد ساحران باید گفت به محض آنکه پیوندگاه به جایگاه بی‌ترحم رسد، تداوم دیگر همان چیزی که بود نیست. چون تو طبیعتاً آدمی کند هستی، متوجه نشده ای که از آن روز در گوایماس علاوه بر چیزهای دیگر قادری تا هر نوع انفصالی را در ارزش ظاهری آن، البته پس از مبارزه، کمی با عقلت بپذیری. چشمانش از فرط خنده می درخشیدند. او ادامه داد: در آن روز نیز نقابی برای بیرحمی خود به دست آوردی. البته نقاب تو چندان پیشرفته مثل آنی که امروز هست نبود، ولی چیزی که گرفتی مقدمات آن چیزی بود که نقاب بلند نظری و بخشندگی تو شد. سعی کردم اعتراض کنم. مهم نبود که او چگونه این امر را توجیه می کند. تصور نقاب بیرحمی را دوست نداشتم. با خنده گفت: از نقاب خود برای من استفاده نکن. برای موضوع بهتری نگهدار. مثلا برای کسی که تو را به این خوبی نمی شناسد. از من خواست دقیقاً لحظه ای را به خاطر آورم که این نقاب را گذاشتم. بعد ادامه داد: به محض آنکه حس کردی خشم خروشان به سراغت آمد، باید آن را می پوشاندی. تو اصلاً آنطور که حامیم شوخی می کرد شوخی نکردی. مثل من نیز سعی نکردی عاقلانه به آن بیاندیشی. مثل نوال الیاس هم وانمود نکردی که فریفته خشمت شده ای. این سه ماسک نوال را من می شناسم. پس تو چه کردی؟ تو آرام به طرف اتومبیلت رفتی و نیمی از بسته هایت را به پسری بخشیدی که در حمل آنها به تو کمک کرده بود. تا این لحظه اصلا به یاد نیاورده بودم که به راستی کسی در حمل بسته هایم به من کمک کرده است. به دون خوان گفتم که آن موقع دیدم نورهایی جلوی چشمانم میرقصند و فکر کردم اینها علامت آن است که از فرط خشم از کوره در رفتم و نزدیک است از حال بروم. او پاسخ داد: از حال نمی رفتی.
نزدیک بود به رؤیا روی و مثل تالیا و حامی من خودت روح را ببینی. به دونخوان گفتم که بسته ها را از روی بلند نظری به آن پسرک نبخشیدم، بلکه از فرط خشم این کار را کردم. باید کاری می کردم که آرام شوم و این اولین کاری بود که به نظرم رسید. او گفت این حرف دقیقاً همان چیزی است که به تو گفتم. بلند نظری تو اصیل و واقعی نیست. و به چهره مات و مبهوت من قاه قاه خندید.